السلام علیکم بینندگان عزیز. ما در شهر وارشاوا در کنفرانس بین المللی اوید به اندازه انسان اشتراک داریم. مایان از جامعه شهروندی یعنی از تشکیلات های جمعیتی به اینجا تشریف آوردیم و در همین کنفرانس وقتی که در راهرو و در گذرگاه ها با اعضایان گروه تروریستی آنهایی که از تاجیکستان گریزده شدند و میخوریم، آنها با یک خصومتی بد، با یک بی‌ادبانه، با یک معاشرتی نادلچسبانه با ما مناسبت میکنند. حالان که ممکن است من از پدری بعضیشون کلان هستم، بزرگ هستم، لیکن آنها فکر عقیده بد که دارند به انسان بدبینانه مناسبت میکنند. و در وقت گذشتن کنفرانس نسبت حکومت جمهوری تاجیکستان، نسبت پیشوای ملت، نسبت ما چقدر سخنانی بد میگویند، دخل معاملگی میکنند، در رسانه های اجتماعی با یک فکر و عقیده ها، با حقارت ها برآمد میکنند. آینده خود را فکر نمیکنند و آنها در همون تاجیکستان در چی احوالی بودند در همین جا هم در همان احوالند. آنها از مدنیت بای مردم اروپا یگان چیز نآموختند. آنها همان شخصانی هستند که فکرشان، عقیدهشان، بدبینیشان تماما دیگر نشده است.